سلام آقا موسی. سلام عزیزم. ببین امروز خیلی هوا آلوده است، بیرون نریم، بیا خونه پیش من. ماسک میزنیم بی پدر و مادر. بیا. نه بابا بیا خونه راحت میشینی فیلم میبینی. فیلم میبینیم دیگه. خب باش لوکیشن بفرست سلام میام. بیا دلت خنک شد؟ ای توف درو پدرت آقا موسی. تو مگه نگفتی بیا فیلم ببین؟ خب بزن مختار من مختار ببین. موسی مگه میشه اینقدر کلوفت؟ میخورم زمین هوا میرم روزی دوباره بگاه. چی؟ اینا چیه؟ اینا چیه من در آوردم؟ شهید هلو شهید شهید دم بولم دوندون در شهید بدبخت شد. شماره بفرست همین الان بفرست. کادر درمان ایرانیش بیبی بفرمایید. آقا سلام باید دست هم به دامنه. آقا خوب میکنی ما رو یعنی این ایناست این چیز میزا در آورد. کمک هلپ خونسردی خودتو حفظ کن، فقط بهم بگو که گوشیه یا آبکی تا ببینم زگیر یا تبکار. خودمو میگی والا شوهرم که میگه ماشاءالله خوب گوشی هستی. خانم به خودت چی کار دارم؟ منظورم زائداته. ای خدا لعنتت کنه آقا موسی کیه؟ یه دقیقه وایسا ببینم. نکنه اخیراً با کسی رابطه داشتی؟ والا آقای دکتر از شما چه پنون داشتم بدم داشت. ببین دلت نخواد خوب بودم ولی بی پدر و مادر از این مریضی ها داشت. کاره یه دقیقه به اعصابت مسلط باش بینم. نه مسلط همین قلقلی ها رو چیکار کنم؟ اصلا وایسا ببینم تو چرا غیرتی شدی لهجه‌ت عوض شد؟ خب ما کاردا یه ذره غیرتی. آها آقا ما غلط کردیم. حالا بذار ببینم خوب میشم. درمانگر انجام میرم خواهر گلم نگرانش نباش. فقط تو موسی رو به من نشان بده تا پراشو قیچی بکنم. خروسای محلشان هست. آقا برادر الو بیخیال حالا یکی باید بیاد اینو آروم کنه. چیکار به اون داری؟ منو خوب کن گوزیدم کله پدر آقا موسی. خواهر گلم ما خوبت میکنیم. تو فقط با ما در ارتباط باش بقیه‌اش با ما. این چرا هنوز لهجه داره؟ خب یعنی بعد بیام اونجا آقای دکتر بکشم پایین؟ من روم نمیشه. بکشی پایین چیزه دیگه. تو الان کشیدی پایین. یه 2 دقیقه نکش پایین. بیا تو پیجگم غیر حضور خود میکنی. میگه یه 2 دقیقه نکش پایین. راست میگه همش وای بود. خب پس میام آقای دکتر قربونت برم. خوب بشیم. خیلی یارو